110 انجمن و مجمع و تشکل مدنی و شخصیت‌های اجتماعی هند از جمله کمیته نظارت مردم بر حقوق بشر هندوستان، اتحادیه ملی بیانیه بازسازی NATT متشکل از 103 ارگان و تشکل خدمات عام المنفعه اجتماعی و حقوق بشری هند، مجمع زنان ساویتری بایی پیهولی واراناسی، جمعیت باناراهی بناراس و مجمع بافندگان و پیشوران، سازمان حقوق بشر بگالپور در ایالت بیهار، جنبش بین الادیان هند، جمعیت کروشی میترا، انجمن DVSS و بنیاد باساوا طی نامه‌ها و بیانیه‌هایی خطاب به دبیر کل سازمان ملل و کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل، محاصره ظالمانه لیبرتی به ویژه محاصره پزشکی را که برخلاف تمامی معیارهای انسان دوستانه بین المللی و نقض آشکار پایه‌ای ترین حقوق انسانی است محکوم و اعلام کردند. به رغم یادداشت تفاهم امضا شده بین یونامی با دولت عراق در تاریخ 25 دسامبر 2011 در مورد انتقال ساکنان اشرف به لیبرتی، دولت عراق به این یادداشت تفاهم متعهد نبوده و ساکنان را تحت یک محاصره همه جانبه غیرقانونی از جمله محاصره پزشکی قرار داده و در دسترسی آنها به خدمات پزشکی کارشکنی می کند. در بیانیه مطبوعاتی کمیته دوستان ساکنان کمپ لیبرتی در هندوستان که توسط آقای لنین راگوانشی از شخصیت‌های برجسته مدافع حقوق بشر در این کشور انتشار یافته آمده است، 110 سازمان غیر دولتی و شخصیت‌های اجتماعی هندوستان خواستار اقدام عملی از طرف سازمان ملل متحد برای ملزم کردن دولت عراق به رعایت قوانین بشردوستانه و برداشتن همه محدودیت‌ها و محرومیت‌های اعمال شده بر این پناهندگان شد. آنها تأکید کردند با توجه به تعهد سازمان ملل به تأمین حفاظت این پناهندگان که تحت پوشش کمیساریای عالی پناهندگان قرار دارند، خواهان اقدام مقتضی برای برداشتن این محاصره ظالمانه و دسترسی آزادانه ساکنان لیبرتی به امکانات درمانی و همچنین امکان فروش اموال منقول و غیر منقولشان که توسط سازمان ملل و ایالات متحده تضمین شده بود هستیم. در فراخوان فرستاده شده برای دبیر کل و کمیسر عالی شورای حقوق بشر ملل متحد آمده است: ما بدین وسیله نگرانی خود را در رابطه با نقض حقوق انسانی ساکنان لیبرتی در عراق و نقض قانون انسان دوستانه بین المللی اعلام می کنیم. بنا به گفته ساکنان کمپ و شواهد موجود، دولت عراق یک محاصره همه جانبه غیر انسانی و به خصوص محاصره پزشکی را بر آنها اعمال کرده است. این محاصره جان ساکنان کمپ را در معرض خطر قرار می دهد و تاکنون اعتراضات و محکومیت جوامع بین المللی و بسیاری از مراجع برجسته پزشکی را موجب شده است. بنابر یادداشت تفاهم یونامی با دولت عراق در تاریخ 25 دسامبر 2011 که عراق متعهد به رعایت حقوق انسان دوستانه و حقوق بشر ساکنان و حفاظت و امنیت آنها شده، آنها از اشرف به لیبرتی منتقل شدند. اما دولت عراق به یادداشت تفاهم متعهد نبوده و ساکنان را از دسترسی آزادانه به خدمات پزشکی محروم کرده است. ساکنان اشرف بعد از انتقال به لیبرتی چند بار هدف حملات موشکی قرار گرفتند که کشته‌ها و مجروحان بسیاری بر جای گذاشته است. برخلاف تضمین‌هایی که توسط سازمان ملل و دولت آمریکا داده شد، ساکنان از حق به فروش رساندن دارایی‌های خود که در کمپ اشرف باقی مانده محروم گردیدند و بخش‌های بزرگی از اموال آنها اکنون توسط نهادهای دولتی عراقی و شبه نظامیان به تاراج برده می‌شود. این در حالی است که تأمین هزینه‌های سنگین لیبرتی و از جمله مخارج سنگین انتقال مشروط به فروش اموال ساکنان است. درباره محاصره ضد انسانی پزشکی، انجمن جهانی پزشکان در اطلاعیه 10 نوامبر 2014 خود تاکید می‌کند
بر اساس شهادت‌ها و گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، حق ساکنان از جمله دسترسی به پزشکان و دارو، حق خصوصی ماندن رابطه پزشک و بیمار و حق بیماران برای همراه داشتن مترجم یا پرستار همراه به هنگام نیاز مکرراً نقض شده است. اضافه بر این فاکت‌های متعددی گزارش شده که حاکی از ممانعت از بستری کردن بیماران یا تأمین دارو یا لغو کردن قرارهای پزشکی، تأخیرهای طولانی در انتقال بیماران به بیمارستان و یا امتناع از دادن اجازه برای تردد به خارج کمپ به منظور درمان پزشکی است. انجمن جهانی پزشکان این مانع تراشی‌های ادامه‌دار را که باعث وخامت سریع وضعیت سلامتی بسیاری از بیماران لیبرتی و حتی منجر به جان باختن شماری از آنها شده، نقض فاحش اصول کردار پزشکی و نقض استانداردهای حقوق بشری می‌داند و نگرانی شدید خود را ابراز می‌کند. از این رو ما خواستار لغو محاصره غیرانسانی لیبرتی و به ویژه لغو محاصره پزشکی هستیم. ما سازمان ملل و جامعه بین المللی را فرا می‌خوانیم که اقدام مقتضی را به عمل آورند تا دولت عراق وادار شود که در اسرع وقت به محاصره پزشکی ظالمانه پایان دهد، به ساکنان لیبرتی امکان دسترسی آزادانه به خدمات پزشکی را بدهد و اجازه بدهد که ساکنان اموال منقول و غیر منقول خود را در کمپ اشرف که حفاظت و فروش آنها توسط سازمان ملل و دولت آمریکا تضمین شده بود به فروش برسانند.